کار میکنی؟ باید در شرکت کار میکنم، در سینمای پامیر شرکت لوحه است. لوحه دیجیتالی؟ بله چاپ دیجیتال است. نانوار خانه خودمون هستم. میشه سریع دیگه خدا یک کمتون بیادر میشه دیگه بیادر میسازیم. خدا را شکر 1000 بار. با چطور بازار میره نمیره؟ خوب است دیگه. چند؟ 100 روپیه گام است 50 روپیه. امروز چند کار کردی؟ امروز یک 60 روپیه 70 روپیه است. تو چند کار کردی؟ نکردی؟ هیچ اصلاح؟ نه. از صبح بودی یا نه آمدی؟ نه از مکتب نه آمدم. مکتب هم میری؟ ماشاءالله. صنف چند هستی؟ صنف 5. شما مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ صنف 6. تو؟ من صنف 4. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران لیدونکو. خدای دې هر چیرې هستئ روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپر کې د سینمای پامیل له سیمې څخه چې دلته راغلم تاسو ته وښیم چې دې سیمې کې څه تغییرات راغلي دي او چا سره خبرې کوو. نو خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ وګرځي دا خپرونه او موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ. نو راځئ موږ سره اوسئ. تاسو یو څو تصویره اول د سینمای پامیل ساحې څخه وګورئ. بال هغه به زه لاړ شم یو وطندار سره به خبرې اترې وکړم. ګران لیدونکو خواته مې ورور د سینمای پامیر ساحه کې د مڼو او د ګازرو جوس خرڅوي. نو د ورور سره خبرې وکړو. تاسو موږ سره مل اوسئ. بیادر جان خوب هستی؟ سلام علیکم بیادر خوب هستین؟ سر شما خوبه؟ جان شما جور است؟ بخیر باشید. بیادر مهمان ما شدین. بخیر باشید بیادر. میشه خود اول به بیننده ها معرفی کنی اسم مبارکتان؟ سید مظفر هستم در سینمای پامیر. تقریبا 13 سال میشه که زردک فروشی میکنم. خوب بسیار خوب. بیادر جان شما 13 سال میشه اینجا هستی؟ چطوره بازار؟ خدا را شکر الله وقت یک ذره کار بار خوبتر بود. خالی کم شده. ان شاء الله با امید خدا شاید دیگه خوبتر شود. ان شاء الله خوب میشه. و چطور چند نفر هستی در فامیل؟ و فامیل بیادر 9 نفر هستم که نام خدا 3 بچه‌کم است. دو دخترک من نام خدا 6 نفر خودم باشم. ماشاءالله. دیگه یک بیادرک من مسکین تکلیف حساب داره. پدرم مسکین فرج ده خونه. الله سخته. نانوار خانه خودتان است. نانوار خانه خودمون هستم. میشه سریع کار. دیگه خدا یک کمتون بیادر میشه دیگه بیادر میسازیم. خدا را شکر 1000 بار. وای سیب و زردک از کجا میگیری؟ این از مارکت میریم از تای مسکن. مارکت میوه تای مسکن. تای مسکن بله. بسیار خوب. به حساب دیگه سیرکی میاری یا سیرکی میاری. جوز دیگه اونم گلاس 10 و 20. اونم گلاس 10 و 20 است بله. وای بوتل کار چند؟ بوتلا رو 20 روبه داره. 20 روبه. دیگه 30 پر میکنیم ما 20 پر میکنیم به خاطر که این نرخ ما دیگه بیادر مشتری از خود ما بلد است. خوب میکنی یک چیزی مراعات کنی که مشتری هم جذب نشه نه. ولی یک ذره کاربار مزش کم شده. اینجا دوبت نبود. والله وقتا دیگه بیروبار زیاد می بود اینجا. و اینجا کراچی بود دیگه چیزا بود. یار چطور؟ یعنی کراچی بود از دولت باقی ساخن. یا بیادر 6000 کرا برشان بسته کرده بود. زور ما میالم ما یک ساله باقی هستیم. اما زور ما دوزی کار میکنیم دیگه. خدا امارات ما دیگه. دیگه خدا جان جور بتشون قدم ما یک همکاری کنه که بیادر همین سایه پس برای ما میکروشونا رو بیادر یک سیستم کنه که میکروه را سرش کم. نمیگیم که ما به حق دولت نمیتیم زور بگویم نه. چیزی که سر عام سر مام است. همون چیزی کنه که زور کروچوان بکشه. روز 200 ماه 6000 روپیه چه رقم پورا کنم. پدرم فالج بیادرم هم تکلیف حساب یک نانوار خانه اول خدا دوم میکرد چیز. الله سخت است بیادر. دیگه بخیر خدا کنه سریع یک همکاری کنن دیگه. ما شکر از امارات اسلامی خوش هستیم خفه نیستیم که بیادر والله شکر نعمیت است دیگه. یک ذره کار بار کنم با امید خدا اساسا سر پای میشه. با شما را چطور اینجا میمونن حالا یا میاین چطور یا شغل صبحی می نظر سعی میکنم مگروزیم در کوچه باز پس میایم بیادر دیگه خدا جدی نگرفته فعلا. یا خیر خدا مهربان است دیگه باش خدا مهربانه که چی میشه ان شاء الله کل چیز خوب میشه. کنه قدمی کرد شما مسکین بیادر بیچاره است 1500 کمیشن داره
ویلا تا چای صبح نان چاش خود تا دیگر تصلاف نمیکنه. 100% راست میگی. بخیر خدا مهربان انشالله خوب میشه. یک کدام پیام به وطندارا اگه داشته باشی دیگه نمیه کاربار برای ما میسر شد دیگه نه همین چیز خدا رو شکر هزار بار بیادر دمی کار خود رضایت داریم. نه بخیر باشی بیادر. خوش شدیم خدمت. سلامت باشی بیادر. میبخشید شما خوش اومدید. یک زردک گلاساو براتون بگم. نه نمیرم ازتان گرفت. یک زردک خوش. میبخشید. باش که تازه است دل آدم میشه برای. نوش جانت بیادر. وقت خوش خدا د کارتون برکت بده. سلامت باشید. ببخشید بازم. هیچ گپ نیست. ګرانو لیدونکو تاسو موږ سره اوسئ همداسې ځو بازار تصویرونه هم تاسو ګورئ یو بل ورور سره به هم خبرې اترې وکړو تر هغې وخته زه به دا ګازره مخ ته وړم. بیدر جان خوب هستی؟ بله سلام علیکم برادر خوب هستی جان شکر بخیر باشی. علیکم السلام. اسم مبارک ده ببینده ها اگه اسم شهزاد است یک تن از کارکنان شهر کابل. تو همینجا جای کار میکنی؟ باید این شرکت کار میکنم سینمای پامیر شرکت لاواس این لوحه دیجیتالی؟ بله برای چاپ دیجیتال از کار میکنم. کدام بخش خودت کار میکنی؟ ما همین تو کمیشن کاری میکنم در روی بازار دیگه سابق خودم ساز بودم در میری شرکت داشتم چاپ دیجیتال است چاپ دیجیتال الماس حال کمیشن کاری میکنم دیگه. دیگه مشتری پیدا میگیری میری چاپ؟ والا دیگه خوب است شماره در سرش هست دیگه خوب است کار میکنه. کاروبارتان خوب است شکر است کار میکنه دیگه. مشتری داری؟ والا مشتری از زنگ میزنه. چه وقت میشه ای کار هستی؟ ما 4 سال میشه ای کار میکنم. و دیگه با چی مصرفیت دیگه داری در پلیازی؟ نه دیگه خوب است دمی کار میکنم دمی خوش هستم قناعت میکنم. درس و تحصیل چطور؟ درس تحصیل حالت اصلا 12 خوندیم دیگه از پیش نرفتیم. فانتون چطور نرفتی؟ نه نرفتیم دیگه اقتصاد ضعیف است. مشکلات زندگی بود بخیر. ضعیف است. این حرف چی؟ نام خودتان است یا از کسی دیگه؟ از کس دیگه است دیگه. خیر خیر از این بگذاریم. حالا آمدی چی سودا میگرفتی یا از کار رخصت شدی خانه میرفتی؟ سودا میگرفتم من تو میرفتم خانه. دیگه خوش شدیم ما امرایتان ساعت شدیم یک کلمه صحبت کردیم امرایتان. کدام پیام اگه داشته باشی به هموطنایت؟ پیام همیشه کوشش کنن دوستا و مسئولین درس بخونه کوشش کنن و این وطن از بدبختی نجات بده که تا ما یک وظیفه خوبتر بگیریم. انشالله خدا مهربان همیشه. امارات خواهشمند است که همین ما رو نیست یک وظیفه خوبتر بهتر ما رو چی کنن درس بخونه کوشش کنیم اقتصاد خوب شوان هم میشه بخیر. حالا از وقت که خوب شده یا نشده؟ نه خوب آمده بود. امیت آمده دیگه والا بی پیسگی زیاد آمده چی داره بگویم؟ نه این گپ خراست است. خدا مهربانه. بخیر بسم. کمتون مونه که جور میشه که یک ذره واپس خرابی میکنه. یا خدا مهربان است. الله مهربان است. خوش شدیم بیادر. بخیر باشید. منو لیدونکو ورور سره خبرې وکړې نو تاسو د بازار تصویرونه وګورئ. مې زه به همداسې مخ ته لاړ شم یو بل ورور سره به خبرې اترې وکړم. خوب هستی؟ خوب است. تو خوب هستی؟ شکر بخیر. شما خوب هستی؟ خوب است. خودت خوب هستی؟ خب شکر. نامایتان اگه بگویی؟ نام احمد فیاض است. احمد فیاض جان. نام شما؟ صابر جان. رویا جان. رویا جان؟ روحلا؟ ما گفتم رویا گفتی رویا گفتم یک شی نام دخترانه است. خب چی میکنید ای بازار؟ ما خلطه میفروشیم. خلطه میفروشید؟ من یک دیگه محمد. خوب هستی تو؟ خوب است. نام چیست؟ موسی جان. تو هم پلاستیک میفروشی؟ خب با چطور بازار میره نمیره؟ خوب است دیگه. چند؟ 100 روپیه گامرس 50 روپیه. امروز چند کار کردی؟ امروز دیگه 60 روپیه 70 روپیه. تو چند کار کردی؟ هیچ کار نکردی؟ هیچ اصلاح نکردی؟ نه. از صبح بودی یا نه اومدی؟ نه از مکتب نه اومدم. مکتب هم میری؟ ماشاءالله. صنف چند هستی؟ صنف 5. شما مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ صنف 6. تو؟ من صنف 4. خدا که صنف 7 است. صنف 7. با درجه چطور هستی؟ درجه دیگه خوب است دیگه. من سه چه کده خوب است؟ خب صحیح است. اون خب صحیح است. اونم درجه اعلی است. شما چطور؟ من 4 هستم. خدا که من 4 هستم. 4 هستی. خودت؟ من 4 هستم. اگر شما یک سوال کنم جواب داده میتونه؟ سوال چی؟ اینمی سوال دینی است.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سال چند سالگی به پیغمبری مبعوث شد؟ 63 سالگی. نه وفاتش از بیادری. خیر در چند سالگی؟ 6 سالگی. خدا 8. 8 سالگی. تو؟ 8. خیر اشتباه کرده دیگه. خیر گپ نیست، باز بخوانه انشالله پیدا میکنه دیگه. خوش شدیم امرایتان گپ زدیم، صحبت کردیم دیگه. خدا در کارتان برکت بندازه. کدام پیام داری به بینده ها؟ هر کس دیگه خدا همی چی را همی ولسای ما را چی کنه دیگه. ولی چی اومده؟ چی؟ امارات اسلامی؟ امارات اسلامی اومده خوب است. ولی بیکاری هم خوب قدر نیست. خوب است دیگه. زیج کده همی آرامی هست دیگه بود که یک دو دقیقه میشیم یک هفته بعد گرم یک انفجاری میشه دیگه میشه. ولی خوب است. فضل خدا. حال آرامی است. با شما را خو اینجا موزه جمع نمیکنه زیادتر میکنه. حال شما پلاستیک میفروشی چطور دایام جمع میکنه؟ جمع میکنه، کمک میکنه براتون. کمک هم نمیکنه. اگه دونه را کسی را فکر کنه زندانی میکنه. شما را گیر کرده تا هنوز کنم تا گیر کرده؟ با چند روز بودی کدشان؟ یه وقت پس 2 دفعه گیر کنه بندی میکنه. چیز خونه میگه با لاد مات چیز خونه میگه. خب برو دفعه دوم گیر کنه 1000 روز بندی میکنه. اونجا 60 تا میگیره چی میکنه؟ 60 تا میگیره. 60 تا میگیره. میگه نفروشی پلاستیک. بیا خیر جور میشه کل چیز. و میگه یعنی در خاطر شما کسی دیگه نبیه با بانه پلاستیک کدام انفجار انتحار یا چیز دیگه نکنه دیگه. خیر ببینی خوش شدم دیگه. به شما کار خوش، وقت خوش. خداحافظ. ګران لیدونکو د ورون سره خبرې وکړې نو پلاستیکونه خرڅو چا کار کړی چا کار نه ده کړی راوتې دي کور ته عمرې ډوډۍ پیدا کوي حلاله ډوډۍ. نو راځئ موږ سره اوسې ځو همداسې وړاندې. ګرانو لیدونکو دا وه د موږ د نن ورځې خپرونه د سینمای پامیر ساحې څخه چې موږ تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په الله سپارم او موږ چینل هم درسره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو موږ پاتې خپرونې او د کاکا اقبال ښکلې خپرونې تاسو وګورئ. نو په الله هم سپارم. خدای په امان.